یک چیزی را به شما بگم، در بسیاری جاها اگر بین ملت مسلمان بعضی مسائل های نماز و دیگر خطاها پیدا شود، برادرها از اونا سوال ندارن، نمیپرسن. نپرسیدن سبب ضرر است. یک انسان یک خطا کردم و خطاش اگر نپرسه اصلاح نکنه، بدونه که بسیار ضرر میکند. باید که مسلمان سوال داشته باشه، بپرسه، از همه احوال زندگیش بپرسه. نماز داره، نکاح طلاق داره. امروز یک چیزی را ما را او جمعه گفته بدن بکنه که باز دیگر گپ شد. همه شبی چندم بود لشدی، همش پریر بود تا همینجا خفتن خواندیم که 3 کس همینجا آمد. یک بچه که عرق خورده زنش طلاق کرده است، در همسایه‌اش آمده به شتش زده است. یکش پگاهی آمد که طلاق کرده است، زنش از عرق خورده 3 طلاق کرده است. یک تا دیگه باز مثلا به نام رجدین پجدین چه یک رسمی غیر دینی است، در آنجا هم عرق خورده است، باز و هم زنش طلاق کرده است. خلاص ببینید که از یک شرابخواری اینایی را که همسایه‌هاشو شنویدن، خسراشو شنویدن، خسر بچه هاشو شنویدن، ناموس حلال حرام اینا را ساعت 10 شب دیگه طاقت نکرده، امو بچه را برداشتن خسراش آوردن که عرق خورده است، در همسایه زده زنش طلاق کرده است. یعنی معلوم است که در یک رسم آیینی که مردم رسم غیر دینی برای این چنان عرق خوری کردن که صدها نفر زنش طلاق کرده است، 3 طلاقه شده است، حرامی شده است، ناموسش دیگه آمده. این چند نفرش آمده است، باقی مونده ها شرم کردن نآمدن. اکنون ای هموطن، ای برادر عزیز، ببین که در تقلید دین بیگانگان زنت ای دستت رفت. فهمیدی گپا؟ در تقلید دین بیگانگان زنت ای دستت رفت. ببین بچه‌کات در کوچه موندن، دخترکات یتیم شدن، او زنت مسجدی 3 طلاقه کرد، ناله میکنه زن در این مسجد آمده است. یک تش آمده است همینجا، کودکش 1 ساله در دستش، با نصیحتش میگه کردم که نخور، اینطوری کار نکن، من زد و عرق خورد. و زن میگه ازا میکشم ای چنین شوهر، کودکدار شدم چیکار کنم؟ ببین آیا اندیشه کنم مسلمان تقلید دین بیگانگان برای ملت مسلمان چی ضرر آور است؟ هم پلاد رفتن عرق حرام خریدی خوردی، هم زن دای دستت رفت، هم کودکا در چول موندن، طرفی مادرش طرفی خسراش همه زیق شدن. آن خانه ویران شد، کلبه ویران شد، کیسه ویران شد، کیسه خراب شد، خانه خراب شد. آیا این ملت مسلمان کی به خود می آید؟ کی می فهمه؟ کی این جوانان کی بیدار می شوند؟ کی خودشون حلال و پاکیزه می کنند؟ ببین شرمت باد ای مسلمان. میگویند پیغمبر خدا گفتن از زنای دائمی حذر کنه. گفتن یا رسول الله زنای دائمی چیست؟ گفتن انسانی است که میده عرق میخوره، در حالت مستی زنش 3 طلاق میکنه، بعد از آن 4 کودک داره، 5 کودک داره، میگه یا چیکارشو میکنه؟ یا دردی سر شدن، میگه همسایه نشنویده باشه خب کنی اکو، همسایه نشنویده است خب کنی دیگه. همسایه نشنویده است، آیا خدا نشنویده است؟ ای گمراه،
همو قطی یک عمره قطی همو زن زنا میکنه، یک عمره قطی او زن برای زنا میکنه در همو زن. انا ببین آیا برادر مسلمان، ای هموطن، باید خصوصا جوانای محترم اندیشه کنه، فکر کنه، خودتون در ورطه غم نه اندازه. زنی نکاح حلالی کردگی تونه اون بچه‌های نازنین تونه رسوا نکنه، خانه ویران نشوی. دیگه زن وحشی، زن گریزی شده است از او خانه، نمیدونه چیکار کنیم. باید تاش آمده است، او زنی نازنین آورده است، او زن میپرسه ما زن از کجاست؟ او زن از خودی ریان واسع آورده است، ای کولا. او زن آورده است او را برای سوال کنی، نباشه او به توفیق سوال کنی نمی آمده است. او زن گفته تو من طلاقم کردی آخی، بیا برا دیگه جا اگر جایز شوه بگیرم، جایز نشوه من راه ماری که برم، من قطیت حرامی نمیکنم. مسلمان متعقدید حرامی نمیکنم. و زن اومده در دستش کودک حیران ایستاده است چیکار کنم، استرا کنم قطعی مرد. برای همین هموطنای عزیز از این خصلتی بد، از این چیزی بد، چرا اسلام برای 4 چیز مبارزه میبرد؟ من یا هر کدومشان یک جمعه را موعظه دارن از کلام الله، وقتش نیست، مختصرا میگویم. یک مبارزه میبرد برای عقل که انسان الله عاقل آفرید، غیر انسان همه را دیگر عقلش را گرفت. چرا انسان عاقل آفرید؟ تا که اینا هیچ عرق برای چی حرام کرد؟ برای که عقل انسان را میبرد. آن نعمتی کلانترینه که الله برای انسان داده است عقل است، عرق ای را نابود میکند. برای الله ای را در قرآن خمر نام کرد. اصل کلمه خمار نمال زن را که سرش بالکل میپوشه، ستر میکنه، ای را هم عربا خمار میگوین، عرق هم خمار میگوین. چرا؟ از بر این که وقتی عرق خورد همچنان نمار و مال زن سری زن را ستر میکند، این عقل انسان را بالکل ستر میکند. عقل او میرود حیوان میگردد، در لطا کم بفته بمبره درک نمیابد. ببین اگر در دست یک شیشه میزی کم بتی بخوره درک نمیابد، او گفته خوردنش میگیره. در ماشین بزنش نمیفهمه، مادرش حقارت میکنه نمیفهمه، خواه عرقخوری گنده باشه مس بیایه میخپه اپش مچک میکنه، با خواهر زنا میکنه، زنش دیگه از مادرش فرق کرده نمیتونه. این را بفهم شما. برای این است که الله این را حرامش کرد. همسایش دشنام میکنه، همسایش آزار میتیه، کارچه را به دستش بتیان یک کس میزنه. برای همین در زمان شوروی از ساعت 10 شب مخصوص ارگان ملیتس جوجرکه بود، ماشین جوجرکه در کوچه ها میگشت، کدام اره مس میدید آن را قپیده برده یا اوکال دارن، او را میزدنش، پکرش میکردن، 3 روز حبس، بعضی او 15 روز امبول لطاکا و کوچه های شهر تازه میکرد. نمیموندن که دنیای تا به سربان حاضر آمای مردم شو دیگه نمیتونن برن مردم در کوچه ها. برای چی؟ سگ لغت کرده است دیگه، سر حساب سگ نمیره حکومت. دنیا پری سگ. در وقت سگ کشک بود یا نه میفهمیم رسمی دموکرات شونا نه رسمی کمونیستی شونا. دنیا پری سگ، کوچه ها را سگ جکیده است، مردم ها نمیتونن راه بگردن، لشکری سگ در کوچه ها میگرد. در قشلاق ها مردم بداد اومدن ای سگای اوایی. اگر در کوچه 10 مستم باشه، دینه در بازار اگر با خودم بازار رفتم برومدم 5-10 کس از جای عرق خوردن او برتر نمیروان که همون ماشینی مردم راه بگرده.
اوچسکوایی های پای پل جمع کنی بازار مغرورن، ترتیبات وجود نداره در شهر. یا حقی داملا نیستن، یا داملا برن در بازار کوچه ها یا در اونجا سگ بکشن یا کی مستا و الستا رو ترتیب تیان. این حقی دولت است، باید حکومت را در نظر بگیره. حکومت تازه که نیاره. عرق هم میفروختن ساعتی 10 شب 11 شب اوسو در زمان شورای میفروختن. ایتا بی سر و بی سامان نبود که هر که عرق بخوره و در کوچه و عصر کنه و زن طلاق کنه و آدم بزنه. چنین اخلاق در یگان دولت سیاسی وجود نداره. برای همین ما مسلمان ها باید نصیحت قرآن مون فراموش نکنیم. تکیه به دولت نه، تکیه به خدا. جزا و سزا دهنده این بی‌ادبی ها الله است. در دنیا اطاعت خدا نکردی بیزن شدی، اطاعت خدا نکردی پلاد رفتن، اطاعت خدا نکردی شرمنده شدی. او زنی سه طلاق تا مرده تا مردم میگن فرزنداش ناجایزن، زنش سه طلاق کرده با قطعی زندگی داره. همین تنیز مردم. برای همین دعا کنیم که خدا همه را توفیق بدهد، جوانا را خدا انصاف بدهد از این اخلاق رفتار بد، از این گفتار بد، از این معامله پست. خدایا وطن را پاک و پاکیزه بدار از تقلید مردم. آقای مسلمان بیاره 15 روز ذخیره کنه، بازار قیمت کنه. در عید قربان، در عید رمضان 20 روز آوردن، همه میوه را توب کردن و بعد قیمتش کردن که عیده. ای بی انصاف. برای همین از خدا باید بترسیم. جوانا از این چیزی حرام مزیر نابود کننده عقل دین و ایمانتان از این برحذر باشه. این را اختیار نکنه ای هموطنان. بسیار بسیار که در میکروب خونتون میگذره. یک زنا، یک عرق در میکروب خون انسان میمونه، والله در فرزنداش میگذره. ایره فراموش نکنه. ایره دعا کنه که همه را خدا پاکیزه بسازد. الها پروردگارا وطن را حلال بدار، جامعه را از این اخلاقهای بد پاکیزه بدار، جوانان را خدایا جوانان پاکی به ایمان بگردان. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. یک چیزی را